اگه نویسنده هستین، داشتن یه دفترچه یادداشت نویسنده که تو اون بتونین ایده هاتون رو جمع آوری کنین ایده خیلی خوبیه. مطمئناً اکثر ما یه گوشی هوشمند با برنامه‌های عالی داریم که میتونیم ایده هامون رو یادداشت کنیم. اما به عنوان نویسندگان ما باید مراقب هنر در حال مرگ اون باشیم که اونم نوشتن با دسته. البته کاملا به خودتون بستگی داره که دفترچه یادداشتتون رو با چه چیزایی بیاین پر کنین. با اینها شما فقط باید دفترچه یادداشت یه نویسنده رو بیاین با چیزایی پر کنین که به نوشتنتون کمک میکنه. یادداشتایی در مورد اون چه که در طول روز اتفاق افتاده، مثل یه دفترچه خاطرات، نباید وارد دفترچه یادداشت نویسنده بشه. پس چجوری ما میتونیم از دفترچه یادداشت نویسنده خودمون استفاده کنیم؟ من در ادامه براتون توضیح میدم. همونطور که به روال پر کردن دفترچه یادداشت نویسنده خودتون وارد میشین، در نهایت اون چیزایی که تو دفتر خودتون مینویسین میاین میچسبونین. برای اینکه همه چیز به یه در هم ریختگی بزرگ ختم نشه و برای اینکه دفترچه یادداشت نویسنده خودتون رو تا حد ممکن مؤثر کنین، باید قبل از اینکه شروع به پر کردن اون کنین اون رو کمی بهش ساختار بدین. تمام هدف نوتبوک اینه که ایده های شما در صورت نیاز فوراً تو دسترستون قرار بگیرن. بنابراین ایده بسیار خوبی هستش که تمام صفحات دفترچه یادداشت خودتون رو قبل از شروع پر کردن اون بیان شماره گذاری کنین. یه جدول از محتوا یا یه فهرست تو جلو یا پشت نوتبوکتون ایجاد کنین. تمام شماره های صفحه رو هم فهرست کنین. بعد یه عنوان به اطلاعات که تو اون صفحه دارین اضافه کنین. در حین جمع‌آوری اطلاعات و یادداشت‌ها تو دفترچه یادداشت خودتون این کار رو به طور مداوم بیاین انجام بدین. حالا چرا یه جدول محتوا یا یه فهرست باید ایجاد کنیم؟ چون با پیشرفت بیشتر تو دفترچه یادداشت نویسنده خودتون و اضافه کردن چیزهای جدید ممکنه اونقدر محتوا داشته باشین که وقتی به دنبال اون هستین فراموش کنین که اون رو تو کجا قرار دادین. شما میخواین فوراً به چیزی که به دنبال اون هستین دسترسی داشته باشین تا هنگام نوشتن دست نوشته، پست وبلاگ، مقالات یا هر چیز دیگه‌ای که میخواین بنویسین تمرکز خودتون رو از دست ندین. که در ادامه یه فهرستی که من براتون قرار میدم، براتون توضیح میدم برای فصلهای مختلفی که میتونین تو دفترچه یادداشت نویسنده خودتون استفاده کنین میام بهتون ارائه میدم. خب حالا میخوایم بریم سراغ ایده های دفترچه یادداشتتون. دفترچه یادداشتتون رو میتونین با این 6 تا ایده پر کنین. اولیش چیه؟ اولیش کلمات جمع‌آوری شده، کلماتی که به اونا برخورد میکنین، دوست دارین یا میخواین به خاطر بسپارین رو یادداشت کنین. معنی کلمه چیه؟ چجوری میتونین از اون کلمه خاص هنگام نوشتن استفاده کنین؟ نویسنده ها برای یادگیری این هنر زمان زیادی رو میان صرف مطالعه میکنن، اما زمان کمی رو صرف نوشتن کلماتی میکنن که باعث علاقهشون میشه. همه اونا رو بیان یادداشتش کنین، مخزن کلمات جالب خودتون رو ایجاد کنین. شما هرگز نمیدونین که چه زمانی برای یه پروژه به پروژه مناسب نیاز داریم. حالا بریم سراغ مورد دوم. مورد دوم چیه؟ نقل قول‌های جمع‌آوری شده. این شبیه به جمع‌آوری کلماته. هر زمان که میخواین و به عبارتی برخورد میکنین که به این صورت با شما صحبت میکنه، اونو بیاین تو دفتر خودتون یادداشت کنین. نویسنده ها به الهام نیاز دارن، بنابراین مهمه که جملاتی رو بیان یادداشت کنین که شما رو تشویق میکنه که سخت کار کنین. حالا مورد سوم، توضیحات جمله یا پاراگراف سریع، مکانی که تو اون هستین یا شخصی که به تازگی دیدین یا حتی بوی شیرینی‌های تازه پخته شده. وقتی بیرون هستین چشم‌ها و گوشای خودتون رو باز نگه دارین، از مکان‌های جدید دیدن کنین، با افراد جدید ملاقات کنین، همه رو در نظر بگیرین و چیزایی که بر شما برجسته هست بیاین توصیف کنین. این توصیفا
میتونه دانه های طلا باشن. بعدا وقتی نمیدونین چجوری چیزی و مکان یا کسی رو توصیفش کنین. و حالا مورد 4، احساسات. وقتی خوشحالین، غمگینین، عصبانین، ناامیدین، ترسیدین و هر کدوم از این احساس ها رو دارین، چه احساسی دارین. همچنین توضیح بدین که دیگران وقتی احساسات متفاوتی رو احساس میکنن چجوری به نظر میرسن، چجوری رفتار میکنن. داشتن توصیفی از احساسات و اعمال ناشی از اون احساسات میتونه به شما کمک کنه وقتی احساسات شخصیت خودتون رو توصیف کنید معتبر باشین. حالا مورد 5، نام برای شخصیت ها که خیلی مهمه. لیستی از نام ها برای شخصیت هاتون بیاین نگه دارین، لیستی که میتونه مدام بهش اضافه بشه، که من معمولا یه یادداشت از مبدأ نام و معناهای اون رو میام اضافه میکنم، فقط به این دلیل که به معنی نام ها علاقه‌مند هستم. و مورد 6، مورد آخر، بریده های روزنامه. بریده های جالب از روزنامه ها یا انواع دیگر مقالات رو تو دفتر یادداشت خودتون بیاین بچسبونید. چیزایی که تو دنیای واقعی اتفاق میافتن میتونن منابع خوبی برای داستاناتون باشن. همچنین میتونه حس واقع گرایی رو به داستان شما اضافه کنه. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. من مرضیه نادم هستم و از این به بعد در مورد تجربیاتم تو نویسندگی، تو نوشتن، توی داستان نویسی بیشتر باهاتون صحبت میکنم و خیلی خوشحال میشم که با من همراه باشید. یه سوال میخواستم ازتون بپرسم. آیا شما دفترچه نویسندگی دارین؟ چجوری ازش استفاده میکنین؟